خداییش کار ما تو 10 دقیقه پر کرد. قبلا چند دقیقه بود؟ 17 دقیقه. 17 دقیقه، الان شده 10 دقیقه. بعد کجای کارتون ایراد داشت؟ برای من یه توضیح کامل بدین. این وسط کار ما اصلا پر نمی‌کرد. درسته؟ خب الان براق بسیار عالی. و اینجوری. و تو تایم کم تو تایم خیلی کم. واقعا درسته. دستتون درد نکنه خانم خواهش دکتر، انشالله می‌کنم. بتونیم از این مواضع شما بیشتر استفاده کنیم قربون و شما. باعث افتخار ماست. دست شما هم درد خواهش نکنه. میکنم، انجام وظیفه است. تشکر. من تلاشمو میکنم که جنس‌های خوب تحویل مشتریا بدم. یکی اینکه باید صبور باشین، یکی اینکه وقتی دارین با من کار میکنید از 10 نفر دیگه سوال نکنید، وسط کار من خراب نکنید. باید اجازه بدین که من کار خودم انجام میدم و هی نگین تلفنی الان بگو. خب من که علم غیب ندارم، تلفنی باید بتونم یک لحظه برم. شرایط منم یه شرایطیه که البته ببخشید با اجازه اول باید واریزی‌ها رو تمام و کمال انجام بدین، بعد من برم رو خطتون. اونم تلفنی نمیشه که به زور بگی من عجله داری، خطت باید بخوابه و من هم خداحافظی میکنم. تعارف هم با کسی ندارم.